سلام به شما عزیزان، امیدوارم که هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم دوباره با همدیگه یک فال هفته خیلی خوبی رو انجام بدیم. خب عزیزای دلم، نیت کنیم برای این هفته چه اتفاقاتی تو راهه، چه چیزایی قراره برامون اتفاق بیفته. این دومین ویدیویی هستش که من میخوام بگیرم براتون در پیج سایه تاروت. سابسکرایب یادتون نره، نیت کنید. بسم الله، خدایا به امیدتون. چه خبره این هفته؟ فال پاسو رو بعد از فال تاروتمون میگیرم که قاطی نشه. خب اوضاع احوال خیلی خوب نیست این هفته. انگار تو یک مسیری قرار گرفتین که تو بین زمین و هوایی، نمیدونین چی کار کنین. شاید هم پشیمونین از یک اتفاق، از یک جریان. شاید یه کاری کردین پشیمونین. به هر حال میگین چه ساده لوح بودم من، چرا این کارو کردم، نباید این کارو میکردم، چجوری جمعش کنم اینجوری. ولی خب یه بلند شدن رو میبینم که اوکی این اتفاق افتاده، حالا من خودم هستم باید اینو قضیه رو درستش کنم. اینطوری با سعی و تلاش انجام دادنش ممکنه. یعنی اون سعی و تلاش رو شما بکنی، هر چقدر رقیب، حالا نمیدونم هر کسی یه نیتی داشته، بنا به نیت خودتون، هر چقدر رقیب باشه، هر چقدر مانع جلو دارش باشه، ولی یه بلند شدن میبینم که قرار اتفاق بیفته. و اگه تلاشتون رو بکنین به چیزی که میخوایم میرسین. چرا؟ چون کارت خورشید افتاده، یه نماد گرمتر شدن رابطه رو میبینم، یک نماد بهتر شدن رابطه رو میبینم، یه نمادی که کارا سر و سامون بگیره رو دارم میبینم. جابجایی، نقل مکان افتاده براتون. شوالیه چوب دست نماد جابجایی هستش توی کارتون. اینو هفته پیشم داشتیم. این مشغلتون زیاده، پشت کارتون زیاده و این باعث خستگیتون میشه. دو تا نماد زن میبینم که یک زنه بسیار خوب، یک زنی که خیلی مثلا اینجوری بگم به مرد محل نمیده. حالا شاید خودتون باشین یا شاید کسی باشین که در دور اطرافتون اینجوری باشه، همچین شخصیتی رو داشته باشه. ولی خب در کنار اینا همه شادی خانوادگی میبینم، یه شادی و یه دور همی که تو کنار همدیگه با همدیگه اوکی هستیم. پاپ زن یکی از کارت هایی هستش که بسیار معنیای زیادی داره. هر جا که هست یه معنی میده، حالا بسته به نیت شما. ممکنه یه زنی باشه که میگم نسبت به مرد گارد داره و خیلی به مرد محل نمیده. ممکنه یه زنی باشه که کمکیارتون باشه. به هر حال این نمادش این هفته افتاده، یا خودتونین یا کسی هستش تو زندگیتون یا تو این هفته وارد زندگیتون میشه. خب این از تاروت این هفته ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حالا میریم سراغ فال پاسورمون. نیت کنیم. این خیلی کلیه و بیشتر از یه هفته ممکنه طول بکشه، ولی خب من میگیرم که داشته باشیمش.
نیت کنیم. به به، یه خبر خوشحال کننده. یه خبر خوشحال کننده که چند وقت منتظرش بودین به دستتون میرسه. یه کار دولتی دارین یا یه کار دولتی براتون پیش میاد که کنارش موفقیت هست. اعداد از بیمار دارین یا میشنم یه نفر مریض شده و احتمالا یه خانوم باشه. جر و بحث میبینم با کسی که نسبت بهش عشق دارین یا اون به شما عشق داره. یه دوره همی میبینم، مهمونی، جشن، تولد، هر چیزی ممکنه باشه. یه مردی که مثل پدرها میتونه خیلی دوستتون داره، قدرشو بدونی. تلفن داریم، کسی که چند وقت بهتون زنگ نزده زنگ میزنی و شما بالاخره یه مکالمه این وسط صورت میگیره. یه زن میبینم که جلو سر خوبه، هفته پیشم در اومده بود ولی پشت سر نه. یه کاری هست، حالا بسته به نیتی که دارین، دو دلی نسبت بهش، انجام بدم انجام ندم، ولی کنارش یه خانومی افتاده که کمکتون میکنه تو این راه، ازش کمک بگیری. پول خیلی زیاد به دستتون میرسه، نگران نباشین، پول به دستتون میرسه. نسبت به هدفتون یه ازدواج میبینم، یا تو فامیل یا تو خانواده، ولی یه ازدواجی رو دارم میبینم. جابجایی افتاده، نقل مکان. توی تاروت هم داشتیم یه جابجایی داریم این هفته واسه عزیزای دلم، سایه های تاروت من این هفته یک جابجایی دارم. یه چیزی میشنوین که از کسی که انتظار شنیدنشو ندارین، از کسی که از کسی که انتظار ندارین میشنوین. یه چیزی از کسی که انتظارشو ندارین، یه چیزی، یه حرفی بالاخره میشنوین که ناراحت میشین. ولی خب یه دیدار دوستانه هم کنارش هست و به احتمال زیاد اینطوری میبینم که به خیر خوشی تموم میشه. جای نگرانی نیست و نگران نباشین. هفته خیلی خوبی رو داشته باشین عزیزای من، دوستتون دارم.